به نام خدا. بهروز کاوه‌ای هستم با آموزش نرم افزار آماری SPSS. فصل 9 آزمون مقایسه میانگین یک نمونه. البته همینجا باید توضیح بدم آزمونی که این جلسه بحث میکنیم پیشفرض نرمال بودن مشاهدات رو داره. اسم این آزمون است آزمون تی استودنت یک نمونه‌ای. فرض کنید یه مطالعه در دست اجرا باشه با عنوان بررسی میزان افسردگی دانشجویان یک دانشگاه خاص. سوال اینه آیا میانگین صفت مورد نظر در جامعه برابر یه مقدار مشخص هست یا نه؟ به بیان دیگه اگر کسی ادعایی درباره میانگین صفت مورد نظر در جامعه داشته باشه چطوری میتونیم صحت یا عدم صحت این ادعا رو ارزیابی کنیم؟ در مورد مثالی که ما داریم فرض کنید که شخصی ادعا کرده که میانگین امتیاز افسردگی دانشجویان دانشگاه بر اساس یک استاندارد خاص برابر 290 واحده. سوال اصلی را اینطوری بیان میکنه: چطور میتونیم صحت یا عدم صحت ادعای اینکه مو مساوی 290 است را ارزیابی کنیم؟ مو در اینجا نشون دهنده میانگین صفت مورد اندازه‌گیری ما در جامعه است. با توجه به توضیحاتی که دادیم با یه آزمون فرض آماری طرف. اسم آزمون هست وان سامپل تی تست به شرط اینکه پیش‌فرض‌های زیر برقرار باشن. پیش‌فرض اول یا شرط اول اینه که متغیر مورد نظر بایستی با مقیاس فاصله یا نسبتی اندازه‌گیری شده باشه. به بیان دیگه مقادیر باید ارزش‌های واقعی داشته باشن، یعنی دوشون واقعا 2 برابر یکیشون ارزش داشته باشه. این مطلب رو تو ویدیو شماره 1 توضیح دادیم. شرط دوم، مشاهده هایی که ما جمع آوری میکنیم باید مستقل از هم باشن. در واقع نمونه باید تصادفی باشه. این مطلب در ویدیو شماره 7 توضیح داده شده. شرط 3، مشاهده های مورد نظر نباید محتوی مشاهدات دور افتاده باشن. مشاهده دور افتاده در واقع به مشاهده‌ای گفته میشه که از اون الگوی متعارف دیتاهای ما پیروی نمیکنه و بهتر ما اینا رو از فایل داده‌هامون حذف کنیم. اگر توجه کنید تعداد زیادی مشاهده روی این نمودار وجود داره که همشون از یک الگوی سهمی با قوس خیلی کم تبعیت میکنن. یه دونه مشاهده این کنار وجود داره که هیچ ربطی ظاهراً به الگوی اصلی ما نداره. به این مشاهده میگیم یک آتلایر یا یک مشاهده دور افتاده. شرط 4، مشاهده های ما باید تقریباً دارای توزیع نرمال باشن. این مبحث هم در ویدیو شماره 8 توضیح داده شده. توزیع نرمال اگر یادتون باشه ما فرض کردیم که مشاهداتمون رو هیستوگرام توزیع فراوانیشون رو رسم می‌کنیم. ببخشید. اگر این هیستوگرام تقریباً شبیه توزیع نرمال باشد میگیم مشاهدات دارای توزیع نرماله. مبحث آزمون نرمال بودن رو هم در CD شماره 8 توضیح دادیم. خب فرض میکنیم 4 شرط بالا برقرار هستن، پس میتونیم از آزمون وان سامپل تی تست استفاده بکنیم. برمیگردیم به مثالمون. عنوانش این بود: بررسی میزان افسردگی دانشجویان یک دانشگاه خاص. تعداد 24 تا کیس مورد مطالعه قرار گرفتن و ما میزان افسردگیشون رو اندازه‌گیری کردیم. فرض کردیم که این اندازه ها استاندارد خاصی هستن، یعنی از یک پرسشنامه استاندارد و فرمول مشخصی اینا تولید شدن. و از درس‌های قبلی هم یادمونه که هر آزمون فرض آماری 5 مرحله داشت. اول تشکیل دستگاه آزمون فرض بود. این دستگاه آزمون فرض ماست که میگیم فرض 0 یا فرض پوچ یا فرض نال. میانگین در جامعه مساوی 290. اگر توجه کنید این ادعاییه که اون فرد کرده. تو صفحات قبلی دیدیم. فرض مقابل که با H A یا H A یا H1 نمایش داده میشه مو مخالف 290. توجه کنید من اینجا مساوی دارم. چون مساوی دارم این یک دستگاه آزمون فرض 2 دنباله یا 2 طرف است. مرحله 2 تعیین حداکثر خطای مجاز آزمون، خطای نوع اول که ما آلفا را برای مطالعات اجتماعی 5% در نظر میگیریم. مرحله 3 جمع‌آوری اطلاعات بود که در صفحه قبل نشون داده شد. این دیتاها بودن، اطلاعات جمع‌آوری شده. مرحله 4 محاسبه آماره آزمون و پی ولیو متناظر با اون. برای آزمون تی تست یک نمونه‌ای آماره آزمون که به تی سی یا تی کلکیولیتد معروفه
آماره آزمون هست میانگین نمونه منهای میانگین ادعا شده تقسیم بر انحراف معیار نمونه روی رادیکال تعداد نمونه که حجم نمونه بهش میگیم و درجه آزادیش هم هست تعداد مشاهدات منهای 1. مرحله 5 مقایسه آماره آزمون که همون TSC بود با عدد متناظر در جدول توزیع تی که بهش میگیم تی تیبل یا مقایسه پی ولیو با خطای مجاز آزمون. پس یک آزمون فرض آماری 5 مرحله رو داره. قانون تصمیم گیری هم به این صورت بود که فرض صفر آزمون رو رد میکنیم اگر قدر مطلق TSC بزرگتر از تی جدول باشه. قانون جایگزینی هم برای این تصمیم گیری هست که میگه فرض صفر رو رد میکنیم اگر پی ولیو کوچکتر یا مساوی با خطای نوع اول یا آلفا باشه. توجه داشته باشید که آماره پی ولیو در SPSS به صورت SIG تو تیلد نمایش داده میشه. یعنی اگر جایی تو SPSS در خروجی هاش SIG دیدیم منظورش significant level یا پی ولیو. برمیگردم به مثال. اینا داده هامون بودن. آماره های مربوط به مشاهدات از روی داده ها حساب کردیم. میانگین مشاهدات میزان افسردگی شده 292/375. انحراف معیارشون هست 73/867. تعداد مشاهدات 24 تاست. پس درجه آزادی برای آماره من میشه 24 منهای 1 که میشه 23 تا. خود آماره میشه میانگین نمونه منهای میانگین جامعه تقسیم بر انحراف معیار نمونه روی رادیکاله که این عبارت ریاضیشه و در نهایت میشه 15 صدم. خطای مجاز آزمون رو تعیین کردیم 5%. مقدار بحرانی در جدول توزیع تی برای آلفای 5% دو طرفه یا تی که گفتم باید با تی سی مقایسه بشه هست 2/06. پی ولیو متناظرش هم هست 87 صدم. خب یه بار نگاه میکنم. داده ها رو دارم. آماره رو از روی آماره های نمونه محاسبه میکنم. تی سی قرار تی سی رو با تی مقایسه کنم. دستگاه آزمون مجدد به ذهنتون بیارید. قانون تصمیم گیری رو به خاطر بیارید. اگر قدر مطلق تی سی بزرگتر از تی بود فرض صفر رد میشه. 15 صدم 2. بنابراین فعلا شرط رد برقرار نیست و 15 صدم کوچکتر از 2/06. در نتیجه اعلام میکنیم شواهد کافی برای رد فرض صفر آزمون به دست نیامد و بر اساس نمونه موجود میتوان ادعای مورد مطرح شده در فرض صفر آزمون را پذیرفت. توجه بفرمایید چرا میگیم شواهد کافی برای رد به دست نیامد و بر اساس نمونه موجود میتوان ادعا کرد؟ چون ممکن بود یک کسی یه نمونه دیگری بگیره و با اون نمونه این مقدار آماره TSC تغییر کنه و فرض صفر رو رد کنه. از اینجاست که ما میگیم ما 95% اطمینان داریم نه 100%. قانون تصمیم گیری جایگزینی هم داشتیم که قانون دوممون بود. گفتیم اگر پی ولیو کوچکتر یا مساوی آلفا باشه اون موقع فرض صفر رد میشه. خب اینجا پی ولیو ما کوچکتر از آلفامون نیست، 87 صدمه و بزرگتر از آلفاست. پس نمیتونه فرض صفر رد کنه. بنابراین همون نتیجه گیری بالا از روی پی ولیو هم اتفاق میفته. فرض صفر آزمون رد نشد. اگر میخواستید مقدار آماره تی را از جدول توزیع تی به دست بیارید روشش به این صورته. این جدول استاندارد توزیع تی استودنت. مرحله اولش اینه که درجه آزادی رو پیدا کنم. درجه آزادی برای آزمون تی یک نمونه‌ای میشد n منهای 1 یعنی 23. دو نوع آزمون رو تعیین میکنم. یک طرفه است یا دو طرفه. اگر یادتون باشه آزمون ما دو طرفه بود. پس تو تیلد آلفا رو میگیریم. آلفا یه دو دنباله رو. پس این ردیفا کار داره. میزان خطای مجازمون رو پیدا میکنیم. در مورد مثال ما 5% بود. این هم 5% میزان خطای مجاز آزمون. حالا باید عدد مورد نظر رو که از حاصل تقاطع خطای مجاز آزمون و درجه آزادیه پیدا کنم. این خطای مجاز آزمون، اینم درجه آزادی. عدد مورد نظر 2/068. توی صفحه بالا اگر توجه کردید گفتیم تی میشه 2/068. پس از اینجا به دست اومده بود 2/068.
فرض صفر و انواع مختلف اونم براتون به عنوان یه نمونه آوردم. یک دستگاه آزمون فرض دو طرفه به این صورته، یعنی دقیقاً چیزی شبیه آزمونی که ما انجام دادیم. مو در جامعه مساویه با یک مو صفری است. یادتون هست؟ مو در یک جامعه مساوی است با مو صفر. مو صفر منظورمون ادعای فردیه که ادعا کرده بود. نوع دوم دستگاه آزمون فرض آزمون یک طرفه است که میگه مو از یک مقداری کوچکتر است. نوع سوم هم باز یک طرفه است ولی برعکس نوع دومه که میگه مو از یک مقداری بزرگتر است. توجه کنید، کوچکتر یا مساوی، بزرگتر یا مساوی. فرض مقابل رو ما با یک نشون دادیم، بعضی از کتابا با یک نشون میدن، بعضیا با A آلترناتیو منظورشونه. انواع خطاها رو هم من مجددا اینجا یادآوری کردم. در هر تصمیم گیری آماری ممکن است خطایی رخ بده، از جمله اینکه فرض مورد ادعا یا فرض صفر درست باشه و ما به غلط اون رو رد کنیم، یا فرض مورد ادعا غلط باشه و ما به اشتباه اون رو بپذیریم. بنابراین خطای ممکن عبارتند از، شما اگر توجه کنید این حالت واقعی فرض صفره، میگیم فرض صفر درست باشد یا فرض صفر غلط باشد. این تصمیمیه که ما میگیریم. تصمیم میگیریم که فرض صفر رو بپذیریم یا فرض صفر رو رد کنیم. بنابراین اگر فرض صفر درست باشه و من فرض صفر رو بپذیرم که کار درستی کردم، پس خطایی اتفاق نیفتاده. اگر فرض صفر درست باشه و من فرض صفر رو رد کنم، خطای نوع اول اتفاق افتاده، آلفا. پس این آلفا که ما میگیم خطای نوع اول یا به خطای مجاز آزمون هم معروفه، در واقع معنیش اینه که فرض صفر درست بوده و من ردش کردم. حالت سوم فرض صفر غلط باشه ولی من بپذیرمش، که بازم یه خطا اتفاق افتاده، ما بهش میگیم خطای نوع دوم یا بتا. حالت چهارم فرض صفر آزمون غلط باشد، منم بگم غلطه و ردش کنم، پس اینم تصمیم درسته، خطایی نیست، که با یک منهای بتا معروفه و به توان آزمون هم شهرت داره. پس اگر دقت کنید در جدول خطاها دو تا خطا وجود داره، خطای نوع اول و خطای نوع دوم. خطای نوع اول اگر صفر درست باشه و من ردش کنم رخ میده. خطای نوع دوم اگر صفر غلط باشه و من بپذیرمش رخ میده. برمیگردم به مثال بررسی مثال میزان افسردگی دانشجویان یک دانشگاه مشخص. دستگاه آزمون فرض تشکیل دادیم، آزمون دو طرفه است، دقت کنید. خطای مجاز آزمون رو تعیین می‌کنیم 5%. ادامه کار رو میبرم در محیط SPSS. داده ها رو از قبل وارد کردیم تحت عنوان دپ اسکور. برای اینکه این کار انجام بدم آزمون اصلی من اینه که برم سراغ Compare Means One Sample T-Test. این دقیقا همون چیزی بود که ما توی پاورپوینت اسمش آوردیم، آزمون تی یک نمونه‌ای، که همون استودنت تی هم بعضی وقتا بهش میگن. مقدار مقادیر اندازه گیری شده من توی متغیر دیپ اسکورم، پس میفرستمشون تو تست ولیو. مقدار ادعا شده 290 میفرستمش تو تست ولیو، مینویسمش. تمام، هیچ چیز دیگری نمیخوام. اینا رو پاک میکنم، از نو وارد میشیم، مجدد وارد میشم برای تمرین. منوی آنالایز رو باز میکنید، Compare Means One Sample T-Test. متغیری که مشاهدات داخلش هم میره تو تست وریبل، مقدار ادعا شده میره تو تست ولیو. اوکی؟ این خروجی تی تست ماست. طبق معمول SPSS یک خلاصه‌ای از آماره ها رو ارائه میده. برای مثال میگه متغیر دیپ اسکور تعدادش 24 تاست، میانگینش 292 ممیز 375، انحراف معیارش 73 ممیز 86. اینا یه خلاصه ای بود. جدول آزمونتی یک نمونه‌ای هم این پایین دارید میبینید. میگه تست ولیوتون 290. توجه کنید میانگین در نمونه من شده 292 ممیز 37. اون فرد ادعا کرده که تست ولیو 290، یعنی میانگین 290. واقعیت آزمون فرض اینه، آیا من میتونم این فاصله بین 292 تا 290 را صفر فرض کنم و بگم قابل اغماض است و حق با شخص ادعا کننده است؟ سوال اینجاست. خب
میگه متغیر دیپ اسکور آماره تی مورد نظر رو براش محاسبه کردم 0.158 درجه آزادی 23 یکی کمتر از تعداد. یک راهم اینه که برم جدول توزیع تی رو نگاه کنم با این تصمیم بگیرم. میریم نگاه میکنیم جدول یه بار دیگه میارم. این جدول توزیع تیه. قرار شد که برم اول درجه آزادی رو پیدا کنم، بعد 2 دنباله یا 1 دنباله بودنش رو تعیین کنم، بعد آلفا رو تعیین کنم. این میشود 2.068. اگر قدر مطلق عدد من از 2.068 بزرگتر باشه فرض صفر رو رد میکنم. قدر مطلق انتظار این یکی نداشتم. قدر مطلق عدد 15 صدم میشه خود 15 صدم. پس از 2.068 بزرگتر نیست، بنابراین فرض صفر آزمون رو نمیتونه رد کنه. حالت دوم که من میخواستم اینو یک کوچولو به من اجازه بدید ممنون میشم. حالت دوم که میتونستم آزمون فرضا انجام بدم این بود که سطح معنیداری یا پی ولیو رو نگاه کنم. اگر پی ولیو کوچکتر از آلفا میشد پس فرض صفر آزمون رد میشد. الان پی ولیو من شده 87 صدم. 87 صدم کوچکتر از 5 صدم نیست، پس فرض صفر آزمون رو نمیتونه رد کنه. پس حرف اینجا دوباره اینجا تایید شد. از این جدول با یه روش دیگه هم میشه استفاده کرد که فرض صفر آزمون رو بررسی کنیم. اونم اینه که فاصله اطمینان برای تفاوت میانگین رو در نظر بگیریم. حاصل 292.37 منهای 290 اگر من فرض کنم فرض صفر درسته، یعنی که این باید صفر میشد. اینجا الان حدود 2.3 هم اختلاف وجود داره. اگر اون فاصله اطمینان 95 درصدی صفر را شامل بشه، من میگم که این آزمون این فرض صفر درسته. اینجا میبینید از منهای 28 تا به علاوه 33 فاصله اطمینان داره. پس صفر وسط اینا میفته. حالا که فاصله اطمینان 95 درصد صفر را شامل شده، میگم فرض صفر آزمون تایید میشود. این مال حالتی بود که من میخواستم یه دونه آزمون تی تست یک نمونه‌ای رو انجام بدم. توی پیش شرط ها بهتون عرض کردم که بایستی مشاهدات من نرمال هم باشن. به عنوان یک یادآوری سریع این کار رو مجدد انجام میدیم. میرم توی منوی آنالایز، دیسکریپتیو استاتیستیکس، اکسپلور، مشاهدات در این متغیرم میفرستمشون تو دیپندنت، دکمه پلات رو میزنم، اینا رو برمیدارم، فقط نورمالیتی پلاتس اند تست رو اکتیو میکنم فعال. یه بار نگاه کنید از منوی آنالیز، دیسکریپتیو استاتیستیکس، اکسپلور، وقتی اومد متغیری که مشاهدات توشه میفرستم تو دیپندنت لیست، دکمه پلات رو میزنم و در واقع دیسکریپتیو استیمال لیف حذف کردم، باکس پلات هم حذف کردم، فقط گفتم نورمالیتی پلات رو بده، کانتینیو، اوکی. همونطور که نگاه میکنید یه دونه جدول، فکر کنم این دستگاه دیگه پیر شده سرعتش کم، یه دونه خروجی میاد که 3 تا جدول داره. جدول اول خلاصه ای از مشاهدات ها ارائه داده، جدول دوم آماره ها را مثل میانگین، فاصله اطمینان 95 درصد برای میانگین، میانه، واریانس، همینطور الی آخر، و جدول سوم تست نورمالیتی ماست. ترجیحاً از آماره شاپیرو ویلک استفاده کنید. اگر پی ولیو کوچکتر از 500 شد، فرض نرمال بودن مشاهدات شما رد میشه. اینجا کوچکتر از 500 نیست، پس فرض نرمال بودن رد نمیشه و ادعا میکنم مشاهدات ما دارای توزیع نرمال هستند. این بحث را در ویدیو شماره 8 توضیح داده بودیم. چیز دیگه ای نموند اینجا. از توجهتون خیلی ممنونم. منتظر ویدیوهای بعدی باشید.